برای 400 خانواده در ولسوالی دشت یرجی آب نوشیدنی پاک فراهم گردید. ریاست احیا و انکشاف دهات با همکاری مؤسسه خیریه داکار یک شبکه آبرسانی به سیستم سولری در قریه سید زین آقای ولسوالی دشت یرجی ولایت کندوز تطبیق نموده است. حمید خان مومند مدیر نشرات ریاست احیا و انکشاف دهات میگوید مردم قریه سید زین آقا از نبود آب نوشیدنی پاک به مشکل مواجه بودند که این ریاست توانست یک شبکه آبرسانی را تطبیق نماید. د دشتچی ولسوالۍ د سیدزانو هغه کلي اوسیدونکو د پاکو اوبو نشو لاسرسي مشکلات زیات درلودل. دوی مقررانه ریاست د انکشاف دهات ته مراجعه وکړله او موږ هم وکړلی شو چې د داکار مؤسسې په تخنیکي همکارۍ سره دوی ته شبکه په پلان کې ونیسو. په دغه شبکه کې تقریبا 300 کورنیو ته پاکې اوبه مهیا کېږي. دا شبکه پایپلاین سیستم دی، کور په کور باندې نلکې شیډانونه نصب شوي دي او د سیمې اوسیدونکي له پاکو اوبو څخه استفاده کوي. انجینیر محمود نماینده مؤسسه خیریه داکار به آژانس باختر گفت این شبکه آبرسانی به ارزش $164,000 ساخته شده، شامل ساخت یک باب ذخیره کانکریتی، نصب 175 شیردن خانه به خانه، نصب سیستم سولری و حفاری یک حلقه‌چا بوده که نزدیک به 400 خانواده با آب پاک دست یافتند. دا ذخیره چې دی آهن کانکریټي ذخیره دی، 50 متره مرکب حجم لري او د داکار د دفتر لخوا جوړه شوې ده او بودیجه د دې چې ده 1,40,000 امریکایي ډالر ده. پاکه 150 نلکې دي یا چیردانونه دي چې کور په کور جوړ شوي دي. در همین حال باشندگان محل میگویند در مناطقشان آب پاک وجود نداشت و آنان از راه دور آب غیر صحی را با بسیار مشکل می آوردند که باعث امراض گوناگون می گردید و با تطبیق این شبکه آبرسانی مشکلاتشان حل گردیده است. ما بسیار یک حس خوب داریم. قبل از اینکه این شبکه در اینجا فعالیت بکنه و شبکه آبرسانی در اینجا جریان پیدا شود، با قبلا بسیار آبهایی را میخوردیم که هر قطراتش مخلوط از میکروبات بودن و فعلا ما بسیار یک حس خوب داریم و به یک آب آشامیدنی صحی هم دست پیدا تشکری و سپاسگزاری میکنیم از مؤسسه داکار که برای مردم سید زین آقا زمینه آب صحی را مساعد نمودند. مردم سید زین آقا قبلا پیش از که مؤسسه داکار این آب صحی را به مردم سید زین آقا مهیا بکنه، قبل از این تقریبا از 2 کیلومتر یا 3 کیلومتر بیشتر راه را طی کرده از آبهای کانال ولسوالی دشترچی آب می آوردند. معمولا از آبهای کثیف و مردار و چتر بود. خداوند خیر بده. پس مسئولیت ما مردم در قبال شما دولت و شما مسئولین و منصوبین وظیفه خودتان انجام دادیم. پس وظیفه ما مردم اینمی است که باید آب خود حفظ بکنیم. به خاطر تقویت آبهای زیر زمینی، چاهای جذبی را باید ما حفر بکنیم. دوم آبهایی که برای ما در دسترس ما شما در هر خانه، در خانه‌های ما رسیده از طریق نلها آبهای سیتی رسیده. باید ما آب خود حفاظت از آلودگی، از چتنی ها، از مرداری ها آب خود چی بکنیم؟ حفاظت بکنیم. دومی است که آب خود به مورد و مصرف نکنیم و مصرف بیجا و در مصرف آب افراط و تفریط نکنیم، خصوصا تفریط نکنیم که از دین مقدس اسلام حرام است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و دین مقدس اسلام میگه اگر شما در فرض در لب بحر هم باشید متوجه باشید که آب مصرف نکنید، نظر به حسب ضرورت مصرف بکنید، زیاد به مورد میگه مصرف نکنید.